با توجه به روند افزایش آلودگی هوا در کشور، هفته گذشته برخی ادارات، تعطیل و مدارس در برخی شهرها به صورت آنلاین برگزار شد. احتمال تعطیلی مدارس تهران فردا شنبه 15 آذر با توجه به اینکه شاخص آلودگی هوای تهران در 24 ساعت گذشته روی عدد 131 و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت و در حال حاضر نیز روی شاخص عدد 134 قرار دارد. احتمال تعطیلی ادارات تهران فردا شنبه 15 آذر بسیار بالا است. تعطیلی مدارس تهران به دلیل آلودگی هوا در صورتی اعمال می شود که شاخص آلودگی هوا در وضعیت خطرناک برای همه شهروندان باشد. با توجه به شاخص فعلی هوا در صورتی که آلودگی هوا افزایش داشته باشد، احتمال تعطیلی مدارس تهران فردا 15 آذر 1404 وجود دارد.